به نعمت و فضل خداوند به چنان حالت بازگشتند که گویی هیچ زیانی به آنها نرسیده و خوشی خداوند را پیروی کردند و خداوند صاحب فضل بزرگ است. بیگمان این شیطان است که هواخواهان خود را می ترساند. از ایشان مترسید، بلکه از من بترسید اگر ایمان دارید. آنانی که به کفر می شتابند نباید تو را اندوهگین سازند. بدون شک ایشان هیچ ضرری به خدا نمی رسانند. خداوند می خواهد که به ایشان از آخرت بهره قرار ندهد و برایشان عذاب بزرگی است. آنانی که کفر را به ایمان خریدند هیچ ضرری به خدا نمی رسانند. برایشان عذابی دردناک است. کافران نباید فکر کنند مهلتی که ما به ایشان میدهیم به خیرشان است. ما به ایشان برای آن مهلت میدهیم تا بر گناه خیش بیفزایند و برایشان عذاب اهانتبار است. خداوند مؤمنان را در حالتی نمیگذارد که در آن اکنون شما قرار دارید تا ناپاک را از پاک جدا کند. چنان نیست که خداوند شما را بر اسرار غیبی آگاه گرداند، مگر خداوند به این منظور از پیامبران خیش هر که را خواهد برگزیند. پس به خدا و پیامبران او ایمان آرید و اگر ایمان آرید و پرهیزگاری نمایید برای شما مزدی بزرگ است. آنهایی که بر آنچه خداوند از فضل خیش به ایشان ارزانی کرده بخل می‌ورزند نباید این کار را به خیر خیش پندارند، بلکه این به زیانشان است. به زودی در روز قیامت چیزی که به آن بخل ورزیدند طوق گردنشان می‌گردد. میراث آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است.